سلام و درود فراوان و تبریک سال نو به ممبرهای چنل یوتیوب خدای جنگ. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. من محمد امینم و امروز تصمیم گرفتم تا شما رو با دنیای اسطوره‌ای جذاب ژاپن آشنا کنم. همینطور که میدونید داستان کریتوس داخل اساطیر نورس دیگه به آخر خطش رسیده و از این رو سازنده یک سری سرنخ برامون داخل بازی گذاشتن که به چندین سرزمین‌های مختلف اشاره میکنه که یکی ژاپن و اونایی که DLC والهالا خدای جنگ رگناروک رو بازی کردن میدونن که یکی از سلاحایی که خدای جنگ نورس تیر باهاش با کریتوس میجنگه کاتانای ژاپنیه و ممکنه به این اشاره کنه که مقصد بعدی کریتوس ممکنه ژاپن باشه. خب دیگه حرف زیادی نمیزنم، بی‌معطلی بریم سراغ سرزمین سامورایی ها. خب واسه اینکه مطالب قاطی نشن من اونا رو به 3 بخش تقسیم کردم. 1. آفرینش دنیا، 2. اسامی خدایان ژاپن و 3. آخرالزمان دنیا اساطیری ژاپن. در آغاز آسمون و زمین توده‌ای در هم و بیشکل به مانند یک تخمی بی‌قواره بود. بخش سبکتر یعنی قسمت صافتر بالا موند و با گذشت زمان به آسمون تبدیل شد. رفته رفته و با گذشت زمانی بیشتر بخش سنگین‌تر یعنی قسمت غلیظ‌تر و فشرده‌تر پایین رفت و زمین را تشکیل داد. در آغاز همانند ماهی که در آب شناور است قسمت‌هایی از زمین در فضا شناور بود. سپس جسمی مجزا مانند جوانه نی هنگامی که تازه از خاک سر بیرون میزند همانند ابری که بر سر دریا شناور باشد در فضای میان آسمان و زمین شناور گشت. این جسم سپس به نخستین خدا تبدیل شد. آنگاه خدایان دیگری پدید آمدند که جوانترین و خردمندترین آنها ایزاناگی و ایزانامی هستند. ایزاناگی به معنی دعوت کننده و ایزانامی به معنی دعوت شونده هستش و به عنوان 2 خدای نخستین اساطیر ژاپن ازشون یاد میشه و همتاهای آنها در اساطیر یونان میشه اورانوس و گایا و در اساطیر نورس میشه یمیر. ایزاناگی و ایزانامی خدایان مقدم مذهب شینتو هستند و بر این اعتقاد دارند که این 2 نفر بودند که جزایر ژاپن را به وجود آوردند. بخش دوم یعنی اسامی خدایان اساطیری ژاپن که بسیار بخش جذابیه، حداقل برای کریتوس. با ایزاناگی و ایزانامی که خالق جهان هستی در اساطیر ژاپن هستند که آشنا شدیم. میرسیم به محبوب ترین ایزد ژاپنی یعنی آماتراسو، ایزدبانوی خورشید که مهمترین خدای مذهب شینتو هستش. آماتراسو نخستین فرزند ایزاناگی و ایزانامی و بزرگترین کامی هستش. شماره دوم هم میرسه به جناب شینیگامی، خدای مرگ که این خدا به لطف انیمه محبوب دفترچه مرگ خیلی محبوب و معروف هستش و مطمئنم که جدالش با کریتوس بسیار بسیار جذاب از آب در میاد. شماره سوم میرسه به ابسو، خدای ماهیگیران و کارگران. معمولا تصاویرهایی که ازش توی این سطح اینترنت به نمایش گذاشتن رو میتونید پیداش کنید با ماهی بزرگ در زیر بغلش به تصویر کشیدن. شماره 4 هم میرسه به دایکوکو. بچه واقعا جر خوردن سر اسم اینا، تو رو خدا لایک کنید. خدای دارایی و بازرگانی و تجارتش. ابسو و دایکوکو معمولا به صورت تمثال حجاری شدن یا به صورت ماسکا در مغازه‌های کوچک به نمایش در میاد. شماره 5 هم میرسه به بیشامنتن، خدای رزمجویان و جنگاوران. شماره 6 هم میرسه به بنزاتین، ایزدبانوی دانش، هنر، زیبایی و به خصوص موسیقی. شماره 7 هم میرسه به فوکورکوچو، خدای شادی، دارایی و طول عمر. شماره 8 هم میرسه به هتی، خدای شادی و فراوانی و تندرستی. شماره 9 هم میرسه به جوروجین، خدای طول عمر و آخری هم میرسه به یابوکو، خدای جنگ که این آخری برای هممون جذابه، تقابل کریتوس و همتای ساموراییش. و اما بخش آخری که نمیشه اسمشو خیلی آخرالزمان 100% گذاشت، ولی به هر حال داستان سقوط 2 خدای نخستین اساطیر ژاپن هستش که منجر به یک هرج و مرج عظیم توی دنیا میشه.
کامیومی در اساطیر ژاپن داستان تولد خدایان است که پس از ایجاد ژاپن یا به عبارت دیگه کنیومی اتفاق می‌افتد و به تولد فرزندان کامی یا به عبارت دیگه الهی ایزاناگی و ایزانامی ارتباط داره. طبق گفته کوچیکی خدایان مختلفی از طریق رابطه بین ایزاناگی و ایزانامی متولد شدند تا اینکه خدای آتشین کاگوتسوچی هنگام تولد دستگاه تناسلی ایزانامی را سوزاند و او را به شدت زخمی کرد. ایزاناگی که شاهد مرگ همسر محبوبش بود شمشیری 10 تکه‌ای برداشت و فرزندش کاگوتسوچی را کشت. آقا من نمیفهمم چه مرضی دارید؟ خب وقتی بچه‌تون دوست ندارید خب غلط میکنید بچه‌تون میشید. حکایت زئوس گاداوار 3. والا به خدا. به هر حال تعدادی از خدایان از خون و بقایای کاگوتسوچی متولد شدند. پس از آن ایزاناگی به سرزمین یومی که میشه دنیای مردگان اساطیر ژاپن رفت تا ایزانامی را پیدا کند. اما وقتی او را پیدا کرد او به یک جسد پوسیده تبدیل شده بود و از قسمت‌های بدن او خدایان دیگر برخاسته بودند و باعث پرواز ایزاناگی به دنیای زندگان شد. سپس ایزاناگی پاکسازی آیینی میوزوگی را انجام داد که از طریق آن خدایان بیشتری متولد شدند. آخرین آنها 3 خدای مهم شینتو هستند: آماتراسو الهه خورشید، تسوکویومی خدای ماه و سوسانو. آقا این سوسانو نه سوسانو خدای دریاها در اساطیر ژاپن هستند. خب دوستای عزیزم به پایان این ویدیو رسیدیم. این ویدیو صرفاً معرفی اساطیر ژاپن به طور خلاصه بود تا یه دیدی به اسطوره‌های سامورایی داشته باشیم و ببینیم که در آینده حاجیمون کریتوس قراره به کدوم سرزمین سفر کنه. خودم به شخصه دوست دارم که کریتوس پا به دنیای اساطیری پارس یا همین ایران خودمون بذاره، چون اساطیر ایران هم دست کمی یونان و نورس ندارن و به مراتب قدیمی ترن. به هر حال دمتون گرم. یادتون نره که کانال خدای جنگ هم در یوتیوب و هم در تلگرام رو دنبال کنید و در قسمت کامنت ها حتما نظرتون رو راجع به آینده سری خدای جنگ بنویسید. لایک ویدیو هم که فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.